توی این ویدیو میخوایم یه شکرگزاری جانانه داشته باشیم و انرژی های درونی خودمون رو با شکرگزاری افزایش بدیم. خدای ممنونتم که از روح خودت در ما دمیدی. خدای شکرت برای هر دم و بازدمی که به ما میدی. خدایا متشکرم برای فرشته هایی که برای محافظت از ما قرار دادی. خدای شکرت برای اون غلطیدن‌های از شب تا صبحمون که نمیذاره بدنمون خشک بشه. خدای شکرت برای ترموستاتی که توی بدنمون کار گذاشتی که بدنمون رو همیشه گرم و متعادل نگه میداره. خدای شکرت چی تو پلکام تعبیه کردی تا پلکام نیفته؟ خدای متشکرم برای قدرتی که توی مغزم قرار دادی که بتونم آرزوهام رو تجسم کنم. خدای شکرت برای سیستم ایمنی قوی که توی بدنم کار گذاشتی. خدای شکرت برای قدرت کلامی که بهم دادی. خدای متشکرم برای قدرت‌های ویژه کف پا و دستم. خدای مرسی برای قدرت مغناطیسی قلبم. خدای ازت ممنونم که درمان همه دردها رو در وجود خود ما قرار دادی. خدای متشکرم که در تمام بزنگاه‌های زندگیم خودتو بهم نشون دادی. خدایا مرسی که ما رو وارد دنیای مثبت اندیشی کردی. خدایا ازت ممنونم که بهم قدرت دادی برای مواجهه با مسائل زندگیم و مرسی که هر تأخیری که برای رسوندن من به آرزوهام داشتی همش پر از دلیل و حکمت بوده. خدای من ازت بی نهایت ممنونم که روی تک تکمون حساب کردی و ما رو جانشین خودت بر روی زمین قرار دادی.